سرطان دومین دلیل مرگ توی دنیاست. تو رده اول بیماری‌های قلبی عروقی هستن. بیماری‌های قلبی عروقی با افزایش سن دیده میشن، اما سرطان تقریباً توی سنین کم هم میتونه دیده بشه. و باید اینو بدونید اکثر چیزهایی که میخورید یکی از دلایل ابتلا به سرطان هاست. یعنی سرطان ها هر چقدر هم که زمینه ژنتیکی داشته باشن، کاملاً وابسته به تغذیه‌ای هستن که ما داریم. این ویدیو رو تا انتها ببینید و 10 تا ماده غذایی ضد سرطان رو که ریسک سرطان رو پایین میارن بشناسید. سلام، من سنام و به کانال من خوش اومدید. توی این ویدیو در مورد 10 تا ماده غذایی ضد سرطان که ریسک سرطان رو خیلی پایین میارن صحبت میکنیم. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنم بهتون یادآوری کنم که اگه ویدیو براتون مفید بود لایک کردن ویدیو و کامنت گذاشتن یادتون نره و اگه این ویدیو اولیه که از من میبینید حتما کانالمو سابسکرایب کنید. اگه حاضرید بریم که شروع کنیم. اولین چیزی که میخوام بهش اشاره کنم کلم بروکلیه. یکی از مهمترین مواد غذایی ضد سرطان. یه ماده توی بروکلی هست به اسم سولفورافان. این سولفورافانی که توی بروکلی وجود داره به طور جدی ریسک ابتلا به سرطان رو کاهش میده. تحقیقات نشون داده کلم بروکلی ریسک ابتلا به سرطان سینه و سرطان پروستات رو خیلی کم میکنه و همینطور آزمایشاتی که انجام شده نشون دادن که بروکلی باعث میشه تا 50% پیشرفت سرطان پروستات کاهش پیدا کنه و همینطور باعث کاهش متاستاز و افزایش تاثیرگذاری شیمی درمانی میشه. کلم بروکلی علاوه بر اینها میتونه از بروز عوارض مختلف دیابت هم جلوگیری کنه. دومین مورد میوه های بنفش و آبیه. چرا؟ چون توی ساختار میوه های بنفش و آبی آنتوسیانین ها وجود دارن که دلیل همین رنگ آبی و بنفش این میوه ها هم همین آنتوسیانین ها هستن. آنتوسیانین ها به طور جدی باعث جلوگیری از آسیب های دی ان ای یعنی آسیب به ماده ژنتیکی میشن. آنتوسیانین ها مخصوصا توی آسیب های دی ان ای که با قرار گرفتن در معرض خورشید به وجود میان به طور جدی مقابله میکنن و ریسک ابتلا به سرطان پوست رو خیلی کاهش میدن و باعث میشن که سلول های سرطانی خود به خود نابود بشن و جلوی سرطان روده، سرطان سینه، سرطان پوست رو میگیره و حتی توی بهبودشون هم موثره. حالا منظور از این میوه های آبی و بنفش چیان؟ اینا در واقع همون توت ها و میوه های توت مانند هستن، مثل بلوبری، تمشک، توت سیاه. اینا به طور جدی به خاطر وجود این آنتوسیانین ها خطر ابتلا به سرطان رو کم میکنن. حتی توی تحقیقات انجام شده افراد مبتلا به سرطان که شیمی درمانی میشدن، اونایی که بلوبری میخوردن 7% سرعت رشد سرطانشون نسبت به اونایی که بلوبری نمیخوردن پایین تر بوده و خب 7% خیلی درصد خوبیه برای کاهش درصد رشد سرطان. یعنی به طور کلی ما میوه های جنگلی رو دوست داریم و بین این میوه های بنفش و آبی از همه‌شون تأثیر ضد سرطانیشون بیشتره. مورد سوم زردچوبه. زردچوبه یکی از چیزاییه که از زمانهای قدیم خیلی استفاده می شده و توی ایران هم خیلی استفاده می کنیم. یکی از ادویه‌هایی که ضد سرطانه. اما خب نیاز نیست که خیلی بیش از حد استفاده کنید. روزی تقریباً 3 گرم زردچوبه خیلی زیاد تأثیر میذاره توی کاهش ریسک ابتلا به سرطان. ماده که داخل زردچوبه هست و ریسک ابتلا به سرطان رو کاهش میده و حتی کمک میکنه توی درمان سرطان و حتی با بعضی داروهای شیمی درمانی هم میتونه رقابت کنه. ماده ای به اسم کرکمینه. کرکمین یکی از فعالترین آنتی اکسیدان های موجوده و خیلی باعث مرگ خود به خودی سلول های سرطانی میشه و همینطور جلوی بزرگ شدن سلول های سرطانی رو میگیره، مخصوصا اگر که ریسک سرطان های ژنتیکی رو خیلی دارید، یعنی توی خانواده‌تون تعداد افرادی که سرطان گرفتن زیاد بوده. زردچوبه حتما توی رژیم روزانه‌تون باشه و اینکه روزی 3 گرم زردچوبه کافیه. چهارمین مورد مرکبات. میوه های مثل گریپ فروت، نارنگی، لیمو، اینها ریسک ابتلا به سرطان رو خیلی کاهش میدن. تو تحقیقات انجام شده ثابت شده افرادی که مرکبات مصرف میکنن درصد ریسک ابتلا به سرطان خیلی پایینه. یعنی همون پرتقالی که خیلی عادت داریم بخوریم که ماده ضد سرطان قویه. پنجمین مورد پیاز و سیر.
سیر و پیاز در واقع جفتشون از یک خانواده‌اند. اینا با استفاده از آمینو اسیدهایی که توی ساختارشون دارن ریسک ابتلا به سرطان رو کاهش میدن. حتی یه تحقیقی که روی 500 نفر انجام شده نشون داده افرادی که سیر و پیاز زیادی استفاده میکردن احتمال و ریسک ابتلا به سرطانشون کمتر بوده. ماده به اسم آلیسین داخلشون وجود داره که به طور جدی باعث سم‌زدایی کبد هم میشه و همینطور سیستم ایمنی بدن رو نسبت به باکتری ها و ویروس ها قوی تر میکنه و ما رو نسبت به بیماری ها ایمن‌تر میکنه. چیزی که خیلی مهمه اینه که حتما توی روزمره اینها رو استفاده کنید و هفته 1-2 روز داخل غذاتون حتما سیر اضافه کنید. این کار خیلی توی کاهش ریسک ابتلا به سرطان کمک میکنه و باعث جلوگیری از ابتلا به سرطان سینه، سرطان پروستات، سرطان ریه و سرطان کلیه میشه. ششمین مورد روغن زیتون. روغن زیتون و برگ زیتون ضد سرطانن و تحقیقات نشون میده افرادی که عادت به مصرف روغن زیتون دارن ریسک ابتلا به سرطان توی اونها خیلی کمتره و درصد ابتلا به 8 نوع سرطان رو تا 50% کاهش میده که حالا نیاز نیست دونه بگم، ولی روغن زیتون به خصوص ارگانیکش و خب نپخته باید باشه و گرم هم نباید باشه، یعنی بدون گرم کردن باید استفاده کنید روغن زیتون رو. میتونید روی سالادتون اضافه کنید و یا غذاهایی که گرم کردین و خنک شده بعدا میتونید اضافه کنید روشون، اما روغن زیتون در صورتی که سرد استفاده بشه فایده بیشتری داره. روغن زیتون یکی از قوی ترین مواد غذایی ضد سرطانه. علاوه بر این کافئیک اسید موجود توی این روغن زیتون ریسک ابتلا به سرطان پوست رو که از آفتاب ناشی میشه رو خیلی میاره پایین‌تر و همینطور خیلی برای روده ها مفیده. باکتری های مفید روده رو تغذیه میکنه و برای روده تحریک پذیر هم خیلی میتونه مفید باشه. هفتمین مورد ماهی‌های چرب. دلیل اینکه بهشون میگم ماهی‌های چرب اینه که داخلشون امگا 3 دارن. توی بدن ما باید تعادل امگا 3 و امگا 6 برقرار باشه. اگر که این تعادل به هم بخوره و درصد امگا 6 بره بالا، یعنی استفاده از روغن‌های غیر روغن زیتون، باعث بالا رفتن ریسک ابتلا به سرطان میشه. اگر که ما بیایم امگا 3 رو از ماهی‌های چرب بگیریم، ریسک ابتلا به سرطانمون خیلی کمتر میشه. برای همین توصیه میشه که از روغن زیتون به عنوان روغن استفاده کنید و برای حفظ تعادل امگا 3 هم از ماهی‌های چرب استفاده بشه. منظور از ماهی‌های چرب هم ماهی‌هایی مثل سالمونه و این نوع ماهی‌ها خیلی کمک میکنن برای کاهش درصد ابتلا به سرطان. اما نکته مهم توی مصرف ماهی‌های چرب اینه که نباید ماهی رو سرخ کنید و با سرخ کردن ماهی امگا 3 هایی که داخل ماهی وجود داره رو از بین میبرید. پس یا داخل فر باید پخته بشه و یا اینکه بخار پز بکنیدش. مفیدترین مدل ماهی پختن هم همینه. با سرخ کردن ماهی منتظر خیلی فواید بالا از اون نباشید. مورد هشتم چای سبز. اپیگالو کاتیچینگالات یه ترکیب گیاهی منحصر به فرده که داخل چای سبز وجود داره و به طور جدی ریسک ابتلا به سرطان رو کاهش میده. گیاه ضد سرطان، ضد التهاب و آنتی اکسیدان قویه و جلوی رشد سلول‌های سرطانی و متاستاز رو میگیره و همینطور باعث از بین رفتن خود به خودی سلول‌های سرطانی هم میشه. مصرف چای سبز خیلی میتونه در مقابله با ابتلا به سرطان مؤثر باشه. اما خب این ماده تنها ماده ضد سرطان موجود توی چای سبز نیست. مواد دیگه‌ای هم داخل چای سبز وجود دارن که تأثیر ضد سرطانی دارن، مثل کوئرستین ها. هزاران تحقیق در مورد این کوئرستین انجام شده و این تحقیقات نشون داده که میتونید این کوئرستین رو از چای سبز بگیرید و یه ماده خیلی مفید و موثر برای مقابله با سرطان هستش. چای سبز حتما باید توی رژیم روزانه‌مون باشه، ولی چیزی که باید اینجا دقت کنید کافئین موجود توی چای سبز از چای معمولی بیشتره و مصرف چای سبز میتونه ضربان قلب رو بالا ببره. در حالت عادی این خب همون چیزیه که میخوایم. سرعت متابولیسم بدن بره بالا و تأثیر ضد سرطان فعال بشه. اما اگر که با مصرف چای سبز خیلی تپش قلب میگیرید، بهتر استفاده نکنید. یعنی نیاز نیست که بگید من حتما باید هر روز چای سبز بخورم و بعدش هم تپش قلب بگیرید. و همینطور اینم باید بهتون بگم که روزی بیشتر از یک بار بهتر که چای سبز نخورید. اما خب اگر که مشکل متابولیکی و یا تپش قلب ندارید، میتونید چای سبز رو وارد رژیم روزانه‌تون بکنید. نهمین مورد سبزی‌ها. سبزی یعنی کلروفیل، یعنی فیبر، یعنی همه سبزی‌ها.
هر چقدر هم تاثیرش از چیزایی که قبل از این گفتم هم کمتر باشه، بازم میتونه ابتلا به سرطان رو خیلی خیلی کمتر بکنه. و ما هم به این علت سبزی‌ها رو خیلی دوست داریم. مواد فیتوشیمیایی موجود در اونها به طور جدی تاثیر آنتی اکسیدانی دارن و اهمیتی هم نداره که چه سبزی باشه، همشون ریسک ابتلا به سرطان رو کاهش میدن. اینها رو هم فراموش نکنید که به رژیم غذایی روزانه‌تون اضافه کنید. و مورد آخر و مورد دهم، آجیل‌ها. آجیل‌ها هم یکی از چیزهای خیلی مفیدی هستند که میتونید از اونها به عنوان مواد غذایی ضد سرطان استفاده کنید. اینکه آخر از همه بهشون اشاره میکنم دلیل بر کم اهمیت بودنشون نیست. آجیل‌ها مخصوصا برای مقابله با بیماری‌های قلبی عروقی و سرطان‌ها خیلی تأثیر دارن. اما خب منظورم آجیل خامه، نه آجیل بوداده. آجیل‌ها خاصیت ضد سرطانی قوی دارن. توی یه سری تحقیقات که روی 30,000 تا بیمار انجام شده و این تحقیقات به مدت 30 سال ادامه پیدا کرده و دیدن افرادی که مرتب آجیل میخورن ریسک ابتلا به سرطانشون نسبت به اونایی که نمیخورن کمتر بوده و مخصوصا خانم‌ها خب بیشتر باید آجیل بخورن چون سرطان رحم رو خیلی جدی کاهش میده و همینطور ریسک پولیپ روده رو هم کم میکنه. در مورد آجیل‌ها چیزی که باید دقت کنید اینه که از روزی 1-2 مشت بیشتر نباید بخورید به خاطر اینکه باعث افزایش کلسترول و قند خونتون میشه. اگه میخواید که فایده داشته باشه در حد روزی 1-2 مشت و همینطور آجیل خام میتونید بخورید. اگر که این 10 تا ماده غذایی ضد سرطان رو به رژیم روزانه‌تون اضافه کنید، به طور جدی میتونید ریسک ابتلا به سرطان رو کاهش بدید. سرطان یه چیزیه که قابل تشخیصه و اگر که زود تشخیص داده بشه ریسکش خیلی پایین‌تره. حتما تست‌های مربوط به غربالگری سرطان رو دنبال کنید و همینطور به چیزهایی که میخورید هم بیشتر دقت کنید. و چیزی که باید بدونید اینه که چیزی که میکشه در واقع سرطان نیست، تشخیص دیر هنگام اونه. برای همین حتما در مورد مخصوصا توی خانم ها خب معایناتی که مربوط به سرطان سینه و معاینه سینه هست رو حتما بلد باشید و اینها رو دنبال کنید و به تغذیه‌تون هم خیلی اهمیت بدید. این 10 تا ماده غذایی رو هم از تغذیه‌تون کم نکنید. اگه این ویدیو براتون مفید بوده حتما لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید و اگر که کانال رو سابسکرایب نکردید حتما کانال رو سابسکرایب کنید و توی ویدیوی بعدی میبینمتون.